بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. گوشی من صدا رو ببندم، معذرت میخوام. آقای انصاری صدا منو دارید؟ صدا شما رو دارم. لطف بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ چشم آقای انصاری، سلام علیکم، خسته نباشید. من باقری هستم از یزد، شناختید؟ بله جناب آقای باقری، بفرمایید. حالتون خوب انشالله؟ زنده باشید، سلامت باشید. جناب آقای باقری، این لکنت زبان شما برطرف شده انشاءالله؟ انشالله. چون من دیشب تو شبکه ولایت داشتم نگاه میکردم، شما نمیدونم از عنایات امام زمانتون هست مبتلا شدید به لکنت زبان، بعضی از اسما رو درست نمیتونید تلفظ بفرمایید. انشالله که برطرف شده باشین. ما 6 ماهی که با شبکه‌های اهل سنت برادران صحبت میکنیم، به خلفایشون نام حضرت میاریم. برادر گرامی، شما با عرض معذرت دارید دروغ میگید. من دیدم در شبکه ولایت، من کلیپ های شما رو دارم که در شبکه ولایت چطوری صحبت میکنید. اگر که لطف بفرمایید از طریق تلویزیون من این کلیپ شما رو پخش میکنم تا بیننده ببینن که شما وقتی به ما زنگ میزنید، من والا باورم نمیشد. من تصور نمیکردم کسی که ادعا میکنه معلم هست و دبیر هست این اخلاق رو داشته باشه که وقتی با ما صحبت میکنه با یک لهجه، با یک زبان دیگه، وقتی با و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقتی که با مؤمنین روبرو بشن میگن که ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معكم، وقتی با شیطان‌های خودشون که نشستن میگن که نه ما با شما، ما اونا رو داریم مسخره میکنیم. دوستان عزیز، یکی از کلیپ‌های جناب آقای باقری رو با هم میبینیم که چگونه توهین میکنن به بله شما به آقای خدمتی گفتید که آقای خائن خیانتی. این توهین به کارشناسای شبکه‌های اهل سنت است و آقای خدمتی شیخ ما و استاد ما هستند، ما به ایشون احترام داریم و کسی که گفتیم به کارشناسهای شبکه اهل سنت توهین بکنه، اونا در این شبکه جایی ندارن و ما اجازه نمیدیم که شما صحبت بکنید الا که معذرت بخواید. با هم این کلیپ شما رو می‌بینیم. دوستان تصویر لپتاپ منو داشته باشن. از یزد از شیعیان هستن، به شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر. من خودم میگم چی گفتم. آقای باقری سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم جناب آقای اسماعیلی بزرگوار، اساتید محترم، این جانب مجبورم در برنامه شما که کلمه طیبه در قبال کلمه نقطه چین است عرض میکنم که آقای هاشمی و بقیه دوستانشون در شبکه کلمه جوانمردی و مردانگی را اصلا رعایت نمی کنند. آقای هاشمی، آیون شبکه کلمه، آقایی که من اسمش متاسفانه لکنت زبان دارم یادم میره، آقای اسماعیلی، همین کارشناسی که گزارش در چیز تاریخ بود، آقای عبدالخائن خیانتیه کیه من یادم میره. ایشون درست نمیتونم اسمشو بگم. این آقای عبدالخائن خیانتی وقتی که میاد و اون آقایی که میگه من شیعه شدم، آقای جنونی سجودی، متوجه نیستم اسمش چیه، ایشون خب که این صحبت ها رو میان میکنن ما رو وصل نمیکنن. من میگم بنده و سایر بینندگان که متخصص مذهبی هم نیستیم، تمام سوالاتشون رو جواب میدیم. گواه ما هم همین است که ما وقتی روی خط میریم در 5 دقیقه 2 دقیقه 1 دقیقه. بله، من تشکر میکنم از دوستان عزیز در اتاق فرمان و کلیپ دیگری هم از ایشون هست که من اینجا این را هم پخش بکنم دوستان ببینید. تفاوت عقیده شیعیان و اهل سنت رو میخواهید در بحث اولوالامر؟ بله؟ بله. بسیار. در بحث اولوالامر که اونجایی که میگه الله اولوالامر است، یه جام که یه جایی میگه الله ولی الذین آمنوا. بله، من درست. میخوام بگم که الله ولی و اولوالامر این وهابیان نیست. میدونی چرا؟ چون میگه الله ولی الذین آمنوا، نمیگه الله ولی الذین مسلموا. پس بنابراین نتیجه میگیریم که الله و پیغمبر هم اولوالامر اینها نیست. من از بسیار خوب، متشکرم از شما جناب آقای باقری عزیز. بله، تشکر میکنم از دوستان عزیز.
جناب آقای باقری شنیدید صداتونو؟ صداتونو شنیدید؟ من صدا رو بستم ولی میدونم چی گفتم. بله، شما در جایی میگید که اولوالامر اینا نه الله اولوالامرشون هست، این وهابیا نه پیامبر. در جای دیگه با آقای سجودی گفتید جنونی، با آقای خدمتی گفتید خیانتی. آیا این اخلاق علی و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست؟ الان 7 دقیقه شما نگذاشتی من صحبت کنم آقای انصاری، درسته؟ بله. اجازه میدید من صحبت کنم؟ بفرمایید، من در خدمت شما هستم. خواهش. آقای انصاری عزیز، بنده به آقای هاشمی هم گفتم، آقای زهرابی هم گفت شما میرید تو شبکه ولایت چیز دیگه میگید. خب 3 تا برنامه درباره محمد بن عبدالوهاب شیخ الاسلام گذاشتن، درباره شعرا گذاشتن. من فیلم گرفتم، منو رو خط نمیبرم. ببین شما اگر مذهبتون حقه باید صدای مخالفم بشنوید، صدای مخالفی که با ادب با شما صحبت میکنه. بله، این لطفا ببینید برادر گرامی، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که ویل لکل همزه لمزه، وای به هر طحن زن عیب جوی. شما چطور این اجازه رو به خودتون میدید که به یک انسان محترم در یک شبکه اهل سنت میگید آقای خیانتی و آقای جنونی؟ آیا این اخلاق یک مسلمان هست؟ آیا شایسته یک کسی که ادعا میکنه پیرو علی و اهل بیت پیامبر هست این اخلاق؟ بله، احسن بسیار جالب گفتید. حالا من جوابتون اجازه بدین میدم. همه اینایی هم که من گفتم قبول دارم. شما پخش کردید، 2 مورد پخش کردید. یکی با آقای خدمتی من گفتم عبدالخائن خیانتی، درسته؟ بله. خودم میگم. یکی هم با آقای سجودی گفتم آقای جنونی. بله، شما خیلی اشتباه کردید این حرفا رو زدید. من اشتباه کردم من نظر شما میفرمایید که الله متعال در قرآن کریم میفرمایند، منم میگم الله متعال در قرآن کریم میفرمایند یا ایها الذین آمنوا، حالا آیه‌اش اگر درست بخونم شما اصلاح لا یسخر قوم من قوم، درسته یا نه؟ بله. قوم دیگر رو مسخره نکنید، حتی قوم رو به کار میبره. بله. شما 1 هفته 2 هفته برنامه دارید میگویید امام زمان موهوم، میگویید شیعیان خرافاتی. من نگفتم شیعیان خرافاتی و من بازم تکرار میکنم، ببینید لطف کنید دقیق باشید در صحبتتون. من الانم میگم، قبلا هم گفتم و این عقیده و دین من هست، این امام زمان شما یک موهوم خیالاتی هست. شما لطف کنید بیاید اینو ثابت بکنید. بعد از اینکه ثابت کردید، بعد از اون اگر که این حرفای من بر بخوره به قوم و قبیله امام زمان، که من نمیدونم هیچ عاقل این حرف رو بزنه. این آیه که شما بهش استدلال میکنید این درباره اینه که انسان به قوم و قبیله کسی تمسخر نکنه، اما این که ما اعتقادات باطل کسی رو به باد مسخره بگیریم این یک حقیقته. احسنت 400 میلیون قوم نیستن که شما مسخرهشون کنید. بسیار عالی، همه دارن میشنون دیگه آقای انصاری. از شما این توقع نمیرم. شما میتونید آقای انصاری عزیز، شما میتونید بیایید راجع به عقاید شیعه، از احادیث رو بخونید. ما میتونیم از عقاید اهل سنت بگیم. من وقتی که آقای خدمتی اجازه نمیدن که من پشت خط بیام و حدیثی رو از امام موسی کاظم میخونن و قیچی ببینید برادر گرامی، این که ایشون حدیث رو میخونن قیچی میکنن یا نمیکنن این به ما مربوط نیست. ببینید این حرفی که شما میزنید، این که حکمی که شما صادر میکنید، خودتون هم قاضی، هم دادگاه، هم حکم صادر میکنید، هم مدعی علیه هستید. یعنی چی؟ ببینید شما به همون شبکه‌ای که دارید زنگ میزنید، ما 1.5 سال تمام هست که بیش از 35 تا کلیپ از مدیر این شبکه، از آیت الله قزوینی، این آخوند دروغگو پخش کردیم. یکی از اینها هم جواب نداده. یکی هم جواب نداده. آیا این انسان دروغگو هست یا نیست؟ اصلا شما نباید به آیت الله قزوینی توهین کنید. شما الان ببینید برادر گرامی، شما به سطل آشغال میگید سطل آشغال یا میگید نه باغچه گل؟ انسانی که دروغ میگه ما بهش میگیم دروغگو. شما این که میگید آقای خدمتی خیانت کرده، شما بیایید خیانت ایشون رو واضح بکنید. ایشون جواب اگر نداد بعد شما حق دارید که این اسم رو بذارید. من به خیانت آقای خدمتی رو واضح و آشکار میکنم. شما در این شبکه ببینید، من به شما حق نمیدم در این شبکه مطرح بکنید. شما در همین شبکه ولایت چرا مطرح نکردید خیانت ایشون رو اگر راست میگید؟
مطرح کردم، کارشناس ما نشون داد، امام موسی کاظم. نه در این کلیپ صدای شما از اول تا آخر من شنیدم، شما بیان نکردید این خیانت رو. کارشناس ما نشون داد. شما به کارشناس ببینید، کارشناسا اینا ثابت کردیم ما که دروغ میگن. شما خودتون وقتی متوجه خیانت ایشون شدید چرا واضح نگفتید که در فلان جا فلان حرف رو خیانت کرد؟ خب از این مسائل بگذاریم. بفرمایید شما فرمایشتون در مورد این امام زمان موهوم و خیالی و خرافاتی چیه؟ آیا این شباهت هایی که ما نشون دادیم با مسیح دجال و امام زمان یهود داره مستند از کتاب های شما هست یا نه؟ شما چه دفاعی دارید در مقابل این شباهت ها؟ آقای من پشت خط با شما صحبت کردم، درسته؟ شما الان 10 دقیقه یه روزی، نه الان بینندگان بدونن، الان 10 دقیقه داری صحبت میکنی، 2 دقیقه به من فرصت نمیدی. آقا 3 دقیقه 2 دقیقه به من فرصت بده منم صحبت کنم. بعد ایمون دارید، رسانه دارید، تا فردا علیه من صحبت بفرمایید. نه من علیه کسی پشت سر کسی صحبت نمی کنم. ما از هر کسی هم صحبت بکنین اخلاق ما اینه که حرفشو میاریم، دلیل میاریم، جواب میدیم. من این کلیپ های شما رو بخش پژوهش و پیگیری دارن، هم کلیپ هایی که شما به شبکه کلمه زنگ زدید، هم کلیپ هایی که به شبکه ولایت زنگ زدید، ما همه رو داریم و این درویی شما رو ما اینجا نشون دادیم. مثلا شما میگید که وهابی‌ها ولی امرشون الله و رسول نیست و الله و رسول ولی امر مؤمنین هست. یعنی به نظر شما ما مؤمن نیستیم؟ یا اونایی که شما بهشون تهمت وهابیت میزنید اونا مؤمن نیستن؟ ولی امر وهابی‌ها عبدالمحمد آقای کسی که در کتاب توحیدش در صفحه اولش علیه حضرت آدم حرف میزنه، اون شما قبول دارید؟ ولی ببینید من اونو قبول دارم یا ندارم این مسئله جداست. این که شما میگید که ولی امر اینا الله و رسولش نیست، آیا این در تضاد با اخلاق یک مسلمان نیست؟ در تضاد با اخلاق مسلمان از آقای هاشمی من ببینید برادر گرامی، من کاری ندارم، من بارها گفتم و بازم تکرار میکنم، اگر مشکل شما با ما مشکل محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه است، همه اینا رو گذاشتیم کنار، اصلا اینا وجود ندارن. بفرمایید ما که مشکلمون در کتاب توحید در محمد ابن عبدالوهاب با شما نیست. این مسائلی که من الان از امام زمانتون ذکر کردم آیا از کتاب توحید ذکر کردم؟ مگه از اصول کافی و بهارالانوار نیست؟ آیا این کتابا رو شما به عنوان مصدر دینتون قبول ندارید؟ آقا من در حرف شما نمیپرم. حضرت امام رضا حدیث داره کسی که در حرف برادر دینیش بفته انگار صورت اون رو خراشیده است. 2 دقیقه من وقت بدید صحبت کنم. شما در موضوع برنامه ما اگر صحبت بکنید به شما حق میدیم صحبت کنید. بفرمایید. شما چه صحبت میکنم؟ موضوع برنامه شما درباره حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. در آیه قرآن اولوالامر داریم. اولوالامر از یکی کارشناس پرسید دوستی اولوالامر شما کیه؟ فرمود به تو چه؟ بعد خودش میگه که شیعه، میگه به تو چه؟ دوست عزیز من به شما این اخطار رو دادم که در مورد شبکه‌های دیگه صحبت نکنید و الا مجبور میشم صداتون رو قطع بکنم. شما در مورد امام زمان صحبت بکنید و موضوع برنامه ما. هر موقعی که به شما اجازه دادن در شبکه کلمه حق دارید اونجا هر چی دوست دارید بگید. درباره شبکه دیگه کلیپ پخش کردید، 1 ثانیه من قبول نمیتونم درباره کسی صحبت کنم. چاش درباره شما صحبت میکنم. آقا هر چی در رابطه با امام زمان از این به بعد آوردی آقای انصاری، من شما رو به چالش میکنم. هر حدیثی را که از کتاب شریف کافی آوردید، هر حدیثی درسته درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، موظفید 1 از ابتدا رجال حدیث رو بگید. حالا رسیدیم به این چیز. حالا شما لطف بکنید تعریف احادیث صحیح رو در نظرتون بگید که ما بر اساس اون میزان بیایم این همه احادیث شما رو رجالش رو بسنجیم. چشم. حدیث صحیح وقتی که رجال حدیث رو گردید، آیا کل این رجال آیا ثقه هستند؟ آیا این رجال، ما هیچ وقت نگفتیم که کتاب کافی و سایر کتب شیعه، ما فقط میگیم قرآن صحیح است و نهج البلاغه، تو نهج البلاغه هم 1-2 مورد اشکال هست و الا خیلی احادیث ضعیف در تمام کتاب، حتی ما در صحیح بخاری و مسلم هم روایت هایی که علیه ام المؤمنین عایشه حرفای زشتی زده اونا رو قبول نداریم، ولی شما میگویید صحیح است. پس از این به بعد آیا این حرف من علمی است یا نه؟ شما در برابر بینندگانتون میلیون ها هستن. خب برادر گرامی حرف شما کاملا منطقی. من این کتاب اصول کافی هست، خب
شما یک کتابی رو به من نشون بدید که احادیث صحیح این کتاب رو استخراج کرده باشه مثل اهل سنت و گفته باشه که این احادیث صحیح هست و بقیه احادیث ضعیف که رواتش اشکال داره همه رو انداخته باشه تو سطل آشغال بگه اینا احادیث ما قبول نداریم. لطف کنید این کتاب رو اسمشو بفرمایید. امام زمان ما امام زمانی است بسیار بسیار صادق. من از شما سوال پرسیدم برادر گرامی، من از شما سوال پرسیدم که شما که میفرمایید اصول کافی توش احادیث ضعیف هست، روات این احادیثی که ما ذکر کردیم اشکال داره، لطف بفرمایید این کتابی رو که در اون کتاب احادیث صحیح و ضعیف اصول کافی رو جدا کرده به ما نشون بدید که من شیعه به اصطلاح سرگردان نشم برم دنبال اصول کافی ارخ و زعبلاتی که در این کتاب است به عنوان حدیث قبول بکنم. باید یک میزانی باشه. اون میزان چیه در نظر شما؟ اولا میزانی که ما داریم، ما هر وقت خواستیم حدیثی رو ذکر کنیم کل اون حدیث رو میآوریم ولی کل احادیث رو دروغ نمیگیم. برادر گرامی من از شما سوال پرسیدم، شما اصلا ول کنید اینو جواب ندید. میدونم که اینو آخوندهای بزرگتر از شما هم جواب نمیتونن بدن. شما تعریف حدیث صحیح رو در نزد شیعه بگید که من بر اساس اون تعریف برم و کتاب‌های شما رو احادیثش رو بررسی بکنم. تعریف حدیث صحیح در نزد شیعه بفرمایید. میگی که آخوندهای بزرگتر از من که آخوند نیستم. من گفتم مراجع تقلید شما برادر گرامی، شما ببینید به من نشون بدید که این کتاب اصول کافی که ما کلیپ هفته گذشته پخش کردیم که یکی از آخوندا میگه که هر کس که یک حدیث صحیح اصول کافی رو دروغ پنداره این انسان کافر و نجس هست. یعنی از نظر این آخوند شما با این حرفی که زدید کافر و نجسید. میخواید کلیپشو پخش کنم براتون؟ همین الان حدیث از کافی شریف میخونم. قبول نداشته باشی نجس و کافری، کافر و نجسی. این که تعارف نداره که هر کی میخواد باشه. از کلیپ ما هم کلیپ از شما داریم نوشته. شما جواب منو بدید برادر گرامی. شما که کلیپ دارید بیارید پخش بکنید. فعلا اینجا شبکه وصال حق هست. شما باید به سوال من پاسخ بدید. شما یک ادعایی کردید، گفتید که این روایاتی که ما گفتیم دروغه، ضعیفه، رواتش مشکل داره. شما بیایید تعریف حدیث صحیح در نزد برادران بزرگوار شیعه بر اساس منهج و روش فیضیه قم و نجف و اینا برای ما بیان بکنید که ما از این سردرگمی خلاص بشیم و بقیه برادران ما. شما از این سردرگمی خلاص میشید اگر مغرض نباشید. برادر گرامی تعریف حدیث صحیح در نزد شیعیان لطفاً بیان بفرمایید. میگم دیگه آقا تو حرف من اگر بپری یعنی دلیل ندارید. بینندگان گرامی دارید میبینید من از ایشون خواستم کتابی رو معرفی بکنن که اصول کافی رو احادیث صحیح و ضعیفش رو جدا کرده باشه، ندارن، چون که صحیح و ضعیف بر اساس هوای نفس جدا میشه در مذهب روافض. شما بفرمایید تعریف حدیث صحیح. مثلا ما در نزد اهل سنت تعریف داریم، میگیم که اگر این حدیث فلان 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 شروط رو داشته باشه این فلان بگو. بله؟ چرا میگی فلان فلان؟ بگو، درست بگو آقای انصاری. من از شما دارم این سوالو میپرسم. شما بفرمایید که تعریف حدیث صحیح در نزد شیعیان چیه؟ تعریف حدیث صحیح نزد اهل سنت چیه؟ شما بفرمایید. خب این از متاسفانه مشکلی است که در مذهب شما وجود داره که شما پاسخ ندارید برای سوال ما، به خاطری دارید این سوالو میکنید. من هم تعریف اهل سنت رو میگم، هم تعریف شیعیان رو میگم. من الان یه حدیث صحیح به شما میگم. نه حدیث صحیح نه، تعریف حدیث صحیح. ببینید بینندگان ما شیعیانی هستن که اونجا نشستن بیچاره سردرگمه که شبکه کلمه یه حرفی میزنه، وصال حق یه حرفی میزنه، شبکه ولایت یه چیزی میگه، شبکه صفاحت یه چیز دیگه میگه، شبکه اهل بیت یه چیز دیگه مونده. حالا شما اومدید به عنوان یک دبیر، به عنوان یک انسان روشن فکر راه رو به ما نشون دادید که ما باید احادیث رو، رواتش رو، سندش رو مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم. آیا میزانی برای این بررسی حدیث صحیح و ضعیف وجود داره؟ بله. بفرمایید. من در بیانتون چون شبکه صفاحت چیه؟ درست بگید شبکه ولایت. شما نه شبکه صفاحت ما اینجا ثابت کردیم. من به شما عرض کردم که باید به سطل آشغال بگیم سطل آشغال، به دروغگو باید بگیم به دروغگو. ما همین الان کلیپا رو شما ندیدید، توی برنامه میگه که نام علی در قرآن اومده، آیه هم غلط میخونه، توی برنامه دیگه میگه نیومده. این صفاحت هست یا نه؟ یک کمی احترام باید به عقل و شعور بیننده داشته باشن تو این شبکه. من شما ببینید برادر گرامی، جناب آقای باقری، شما به عنوان یک شیعه روشنفکر لطف کنید تعریف حدیث صحیح در نزد شیعیان رو بفرمایید. حدیثی که با قرآن کریم و فرمایشات حضرت رسول و فرمایشات حقیقی اهل بیت علیهم السلام مقایر دهد، اون حدیث صحیح نیست. و هر حدیثی که
خب این ببین یک لحظه شما که این تعریف رو کردید از کجا آوردید این تعریف رو؟ این تعریف نزد متواتر نزد اهل نه شما با عرض معذرت اشتباه دارید میکنید. این تعریف حدیث صحیح نیست در نزد شیعه. همینه دیگه، اونی که شما از این ور اونور بخوای لابلای تاریخ. برادر گرامی، حر آملی در وسائل شیعه جلد 30 صفحه 260 میگه که الحدیث الصحیح و ما رواه العدل الامامی الضابط فی جمیع الطبقات. یک روایت، من الان ببینید این تعریف حدیث صحیح بود که شما متاسفانه نگفتید، چون میدونید چرا نمیگید و بزرگتر از شما مراجع شما علمای شما هم نمیگن این تعریف رو، چون من چالش میدم، تحدی میکنم که در کل مذهب شیعه یک حدیث صحیح بیارید که این شروط رو داشته باشه. نه این فرمایش شما یعنی به جوک شبیه های انصاری. نه این واقعیت سالهای ساله که این تحدی رو کردن علمای اهل سنت، متاسفانه غیر از سفسطه هیچی پاسخی دریافت نکردن. شما بیاید یک حدیث صحیح از اصول کافی، بهارالانوار، الاستبصار، التهذیب بیارید که این شروطی رو که حر عاملی میگه که ما رواه العدل الامامی الضابط فی جمیع الطبقات بیارید. در مورد همین امام زمانتون یک روایت صحیح بیارید که این امام زمان وجود داره. یک روایت صحیح عاملی رو شما بخونید، رجال کنید، تصدیق کنید ببینید صحیح یا نه. بابا این تعریف حدیثه، این کاری به رجال یعنی حر عاملی رو شما حرفشو قبول نمی‌کنید. چه بیاریش؟ نه خیلی چیزا حر عاملی رو ما قبول نداریم، خیلی چیزاش هم قبول داریم. حالا برادر گرامی کی رو قبول دارید؟ بیارید همون کسی رو که قبول دارید که من از همون حدیث براتون بگم. صحیح بخاری رو قبول دارم که حضرت عمر فرمود. ببینید بین از این شاخه به اون شاخه نپرید. اول اینجا شما این قضیه حدیث صحیح که ادعا کردید، ببینید من این روایاتی رو که آوردم در مورد شباهت این امام زمان خونخوار و صهیونیست شما با اون امام زمان یهود که بهش اعتقاد دارن، همه مصادرم از کتب شما بوده. میگید که من اصول کافی رو قبول ندارم چون توش احادیث ضعیفه، حر عاملی رو قبول ندارم که نمیدونم فلانه. چی رو قبول دارید شما؟ آقا توهین به امام زمان نکن، چرا توهین میکنی؟ من حق هر مسلمانه که به جنایتکار بگه جنایتکار. انسانی که میاد به همسر پیامبر رو به صلیب میکشه، جسد پیامبر صلی الله علیه و سلم اصحابش از قبرش در میاره، به این انسان باید بگی جنایتکار. این آرزوی یهود این بوده در طول تاریخ. مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو خراب میکنه، مسجد الحرام رو خراب میکنه، به این نباید بگیم جنایتکار؟ حدیث شما مال ابو هریره یهودی و کعب الاحرار یهودیه. ببینید برادر گرامی، حالا اومدید سر اصل اعتقادتون. من یک سوالی از شما میکنم. شما یک لحظه شما وقتی که روایات خودتون و کتاب‌های خودتون رو مراجعه بکنید، شما رواتی دارید که کتاب‌هایی نوشتن که میگن 120,000 حدیث روایت کرده، حفظ کرده. آیا 120,000 حدیث به دروغ شباهت داره یا 2,000 حدیثی که ابو هریره روایت کرده، یا 5,000 یا 10,000 یا 20,000؟ کدومش؟ شما خود حضرت عایشه به ابو هریره میگه تو چند سال با حضرت رسول بودی که اینقدر جوابش چی گفته؟ جوابش گفته که آقای زهراگی که من پیش حضرت رسول بودم، بقیه اصحاب داشتن تجارت میکردن، یعنی حضرت عمر و حضرت ابوبکر تجارت میکردن. شما چند تا حدیث از خلفای سگانتون دارین؟ ما الحمدلله احادیث داریم. من چند تا حدیث از حضرت فاطمه دارید؟ اساس دینتون حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها است. یک حدیث از حضرت فاطمه بیارید. برادر گرامی ببینید، وقتی که خونتون از شیشه است، خونه کسی رو به سنگ نزنید. من بارها گفتم، تو شبکه‌های اهل سنت هم مطرح شده، یک حدیث صحیح از حضرت فاطمه بیارید، من همین الان شیعه میشم. ندارید، والله ندارید. شما میپرسن، شما به من میگی آی باقری چرا دیروز دزدی کردی؟ من میام بگم چون که شما هم دیروز دزدی کردی. این حرف درستیه؟ نه، اگر با این ببینید الان شما ببینید، مثلا توی یکی از این شبکه یکی از آخوندهای شما رو دیدی میگفت که این ابوبکر و عمر کسی رو نکشتن تو جنگ ها، همه کسایی که به دست اینا کشته شدن از یکی دو نفر بیشتر تجاوز نمیکنن. پس پیامبر صلی الله علیه و آله در طول رسالتشون 23 سال یک نفر رو کشتن. پس پیامبر صلی الله علیه و آله شجاع نبودن؟ حضرت علی که صدها نفر رو کشته، حضرت علی شجاع بوده؟ ببینید این منطق نیست. اگر شما میگید که یک حدیث از ابوبکر و عمر و اینا برای ما روایت بکنید، ما میگیم یک حدیث صحیح از حضرت فاطمه روایت بکنید. نه ببین، شما میگید من که حدیث دارین، شما چند تا حدیث از ابوبکر، عمر و ما اصلا نداریم. شمایی که این همه دم میزنید، یک حدیث بیارید از حضرت فاطمه روایت کرده باشه کتابای شما. انا لله
و انا الیه راجعون. آقای انصاری هیچ کس شما نمیگذارید کسی بیاد که مخالف علمی شما باشد. من برادر گرامی جناب آقای باقری، من اینجا بینندگان قضاوت میکنن که من از شما خواستم صحیح و ضعیف کتاب اصول کافی رو نشون بدید، فرار کردید، نشون ندادید. گفتم تعریف حدیث صحیح رو در نزد شیعه تعریف بکنید. برای من ببینید برادر عزیز و گرامی شما تعریف های همه میکنید به مردم توهین میکنید. ما به کسی توهین نمی کنیم. ما به آشغال میگیم آشغال، به گل میگیم گل، به جنایتکار میگیم جنایتکار. ببینید در همین شبکه شما زنگ زدید، از این ابوالقاسمی و از یزدانی تعریف کردید. های هفته گذشته هفته قبل از این، بله، روز یک شنبه برنامه کلمه خبیثه اینا رو دیدید که تحریف کردن حدیث اهل سنت رو که گفتن حضرت عایشه علیاذ بالله این حرفای زشت و رکی که در مورد همسر پیامبر زدن و شما در اون برنامه نشستید و بهبه و چهچه کردید که واقعا چه انسان‌های محقق و مجتهد. من نمیخواستم در مورد امام زمان شما که این همه دارید میسوزید صحبت بکنم، تا اینکه اون زبانهای کثیف اونا به ناموس پیامبر باز شد و گفت که عایشه پستانشو بیرون در می آورد به دهن مردهای نامحرم میگذاشت. این ادب، این اخلاق شما تا روزی که به مقدسات ما احترام نگذارید، نه مقدسات ما، مقدسات اسلام، هیچ مقدسی برای ما نیست امام زمان شما. چرا کتاباتو ننوشتن در کتابای ما اون دروغ‌هایی که اینا میگن؟ ننوشتن در کتاب‌های ما. آیا جرأت دارن اینو بگن که در کتاب‌های خودشون اومده که مرد به مرد شیر میده در مذهب شیعه؟ من بیارم براتون نشون بدم. والا من خجالت میکشم روایت برات بیارم از امام جعفر صادق. یکی از شاگردان امام جعفر صادق، من ترجمه نمی کنم، شما اگر عربی بلد هستید نیستید برید بپرسید. میگه لو حدثتكم بكل ما سمعت من ابو عبدالله لانتفخت ذکور الرجال على الخشب. من خجالت میکشم که اینو تعریف بکنم، این ترجمه بکنم برای شما. پر کتابای شما از این بهارالانوار شما پر از این خزعبلات. من خجالت میکشم چون اهل بیت پیامبر برای ما محترم هستن. من خجالت میکشم اون روایات رو نسبت بدم به علی و به حسن و حسین و امام جعفر صادق و امام موسی کاظم و امام محمد باقر، چون اینا ائمه ما اهل بیت، ما اهل سنت هستن، ما دوستشون داریم. در همون کتاب‌هایتون جواب نمیدید. شما یک شیعه در برایتون قرار نگرفته که باهاتون صحبت کنه و تمام خزعبلاتتون رو برملا کنه. کتاب صحیح بخاریتون راجع به ام المؤمنین عایشه بزرگترین جسارت‌ها رو کرده. آقای انصاری، برادر گرامی، من اینجا بینندگان شاهد هستن که من از شما دلیل خواستم، روایت خواستم، کتاب خواستم، شما به یکی هم پاسخ ندادید. شما ببینید، لطف کنید برادر گرامی، لطف کنید وقتی که صحبت میکنید با دلیل، با منطق صحبت بکنید. شما الان فرمودید که این حرف بزرگیه. شما فرمودید که ما اصول کافی رو توش احادیث و روایات ضعیف هست و قبول نداریم. بفرمایید این حرفتون رو ثابت بکنید، اسم اون کتابی رو که در اون آورده این احادیث ضعیف رو بیان بکنید که ما از این سردرگمی خلاص بشیم. برادر گرامی، هر کسی که خواست حدیث رو بخونه اینقدر خودش باید عالم باشه، میاد تمام رجال رو بررسی میکنه. شما موجب الرجال آیت الله خویی رو بیارید، میاد بررسی میکنه کدام حدیث ضعیفه، کدام حدیث عزیز دلم شما به این روایات اصلا عمل نمی کنید. در معجم رجال خویی میاد میگه ابوالفرج اصفهانی کان شیعیاً، یک انسان شیعی بوده و این انسان بی حیای دروغگو آیت الله قزوینی میاد در شبکه روایت میاره از ابوالفرج اصفهانی، میگه که اینو اهل سنت روایت کردن. شما به همون رجال آیت الله خویی هم عمل نمی کنید. شما اصلا این ضابطه‌ای ندارید در دینتون. هر چی که مورد پسندتون، هوا و هوستون بود میگید که بله قبولش دارم و هر چی هم که نبود میگید قبول. حالا من یکی دو تا از این روایت هایی که تو کتابای شما هست من نمیخواستم بگم، حالا براتون میخونم. در ادرار و ببینید برادر گرامی، در ادرار و مدفوع ائمه کثافت و بوی بد وجود ندارد، بلکه مانند مشکی است که بوی آن همه جا را پر می‌کند و هر کس از ادرار و مدفوع و خون ائمه بخورد خداوند آتش دوزخ را بر وی حرام کرده و بهشت را بر وی واجب می‌کند. اصول کافی صفحه 386 و 501. خب این روایت ها الان من برای اینکه بدونم این روایت دروغه باید یک میزانی داشته باشم که در این میزان بگه که حدیث صحیح باید این مواصفات رو داشته باشه و حدیث ضعیف این مواصفات. بفرمایید شما برادر گرامی این میزان رو برای من نشون بدید. این آخرین سوال منه، اگر جواب ندادید من مجبورم قطع بکنم. من رجالشو وقتی میگم که شما بگید که این میزان وجود داره.
برادر گرامی یک لحظه شما میزان بگو که من آدرس بدم. شما ببینید الان که وقتی من میگی که خب توش مثلا حماد ابن فلان اومده این انسان دروغگوه، چه میزانی وجود داره برای اثبات کردن که این انسان دروغگوه؟ میگید که والا حالا این دروغگوه دیگه، ما گفتیم دروغگوه، چون هیچ میزانی در مذهب و دین شما وجود نداره برای اثبات این حرفا. حالا روایت دیگری رو با یک کمی دوستان بخندن، شاید خسته شده باشن از این جواب ندادن شما. میگه از ابی عبدالله جعفر صادق روایت است که فرمود آه یکی از نامهای مبارک خداوند است، پس اگر کسی گفت آه به تحقیق به خدا پناه برده است. اینم در کتاب مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 148، بهار الانوار جلد 78 صفحه 202، جلد 90 صفحه 393، توحید شیخ صدوق صفحه 219، تفسیر نورالثقلین شیخ حویزی جلد 1 صفحه 12، نور البراهین نعمت الله جزاری جلد 1 صفحه 516، معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 354. ببینید پر کتابای شما. والله من خجالت میکشم اون روایات سکس و جنسی که در کتابای شما هست بیان بکنم، اما خجالت نمیکشن اون انسانهای دروغی که تو اون شبکه سفاهت نشستن و هرچه خزعبلات نسبت میدن به کتب اهل سنت با همز و لمز توهین میکنن به همسر پیامبر. اگر که ما در این ما کاری نداریم به شما صحیح بخاری صحیح مسلم اینا بذارید کنار، این شباهت های امام زمان شما رو ما از کتاب های خودتون بیان کردیم. شما اگر دفاعی دارید از این امام زمان دفاع بکنید. من 2 هفته گفتم چرا خطبه نهج البلاغه رو نخوندید، چرا برادر گرامی خطبه نهج البلاغه شما، ببینید خطبه نهج البلاغه شما مربوط قضیه امامت هست و ما در روزهای یک شنبه در این مورد انشالله در برنامه بازسازی اندیشه صحبت خواهیم کرد و چیزی هم از این کتاب دست شما نمیاد. برادر گرامی خاطرتون جمع باشه. من الان یکی از خطبهاشون وقت کمه، شما یک لحظه ساکت باشید، من یکی از خطبهاشو الان براتون میخونم. همین ببینید شمایی که دارید فرار میکنید، من از این سوالاتی که پرسیدم بینندگان قضاوت بکنن، یکیشو شما جواب ندادید و این خطبه‌ای هم که شما ردیف کردید 4 تا خطبه از نهج البلاغه 118 و نمیدونم 117 و خطبه 2 و خطبه اینجا نوشتم من یادداشت دارم این خطبه رو. ببینید برادر گرامی خطبه 52 این خطبه شما دردی مشکلی رو دوا نمیکنه. شما بالفرض که بخواید بیاد امامت رو از اون خطبه ثابت بکنید به ازار یک مشکل دیگه گرفتار میشید و این انشالله من در برنامه بازسازی اندیشه که امامت رو از نهج البلاغه انشالله باطل بودنش رو ثابت خواهم کرد در مورد این روایات شما صحبت کردم و شما نتونستید امروز این شباهت هایی که امام زمان شما با امام زمان یهود داره اینا رو دفاع بکنید از امام زمان دروغینتون. من از شما خداحافظی میکنم، مدت زیادی شما بودید اینجا و یکی از سوالات من رو هم پاسخ ندادید. امیدوارم بار دیگه به شبکه های اهل سنت زنگ زدید و به شبکه های نفاق و تفرقه زنگ زدید مواظب باشید که گروه پژوهش و پیگیری شبکه وصال حق در ترصد شما هست و خدا نگهدارتون. من کسی که بحث علمی بکنه خدا شاهده من 1 ساعت 2 ساعت هم وقت بهش میدم، اما کسی که بخواد از هوای نفس صحبت بکنه لیاقت اینو نداره که من باش بحث بکنم. میگه که این اصول کافی احادیث ضعیف داره. من چالش میدم به شیعه، به همه کسانی که ادعای تشیع میکنن، یک روایت بیارن طبق اون تعریف حدیث صحیح که در کتابای خودشون کردن. ندارن. آه